سلام، من حمید هستم و اینجا دیوانه. در دیوان من داستان‌های قدیمی ایرانی رو به قدر فهم خودم و به زبونی ساده برای شما تعریف میکنم. در قسمت قبلی تعریف کردم که منوچهر به دنیا اومد و بزرگ شد و فریدونم به طور رسمی کردش جانشین خودش. سلم و تور هم که فهمیدن دیگه نقششون برای کشتن جانشینای فریدون جواب نمیده، خواستن برای پرهیز از جنگ و رویارویی با فریدون و گروهش از راه دیپلماتیک قضیه رو حل بکنند. اما اونم جواب نداد و فریدون پسشون زد. در نهایت پیش دستی کردند و خودشون لشکرکشی کردند و در قلعه آلالان اردو زدند. از این طرف هم منوچهر به نمایندگی از فریدون رفت با سپاهش جلوشون. سلم و تور هم لشکرشون رو از قلعه آوردن بیرون و رفتن به دشت محل جنگ. الان در آستانه شروع جنگ هستیم. قسمت آخر این فصل رو شروع می‌کنیم. آقا صبح که سپید سر زد، منوچهر بیدار شد. در قلب سپاه یک کش و قوسی به خودش داد، سرشیرخوام عسلشو خورد، لباس جنگیشو پوشید، سلاحشو برداشت و رفت بیرون از خیمش. همه آماده نبرد بودند. یه ردیف فیل بودند که روی یکیشون یک سنج بزرگ بوده و روی بقیه هم طبل زنها بودند. اون سنج رو که میزدن یعنی دیگه جنگ شروع شده. با فرمان منوچهر آقا این سنج بزرگ رو هم میزنند و طبل زنها روی فیلا شروع میکنن به طبل زدن و یه دلهوره و هیجان خاصی در دل همه به راه افتاده بوده. سپاه خشمگین نیزه هاشون رو بلند کردند و فریاد کشیدند و طبق پلن قبلی حرکت کردند. سپاه داشت مثل یک کشتی عظیم به جلو میرفت و در جوش و خروش بود. این قضیه توی سپاه اون طرف هم بوده. اونا هم با همین شدت داشتن به سمت اینا می اومدن. مثل دوتا کوه در حال حرکت دوتا سپاه به شدت به هم برخورد میکنند و جنگ رسما شروع شد. بیابان چو دریای خون شد درست، تو گفتی که روی زمین لاله رست. پی ژند پیلان به خون اندرون، چنان چون ز بیجاده باشد ستون. جنگ داشت به نفع منوچهر پیش میرفت و اینقدر جنگیدن که شب شد. سلم و تورم عصبانی بودن از اینکه جنگ اونطوری که میخوان پیش نمیره و تصمیم گرفتن که یه حیله‌ای سوار کنن. احتمالاً ایدش از اون سلم پدر سوخته بوده. تور که فقط هیکل گنده کرده بوده و جلدی عصبانی میشد. خلاصه گفتم بریم فکر کنیم ببینیم چه نقشه‌ای بکشیم. فردا صبحش هیچ کدوم به جنگ نرفتند، چون هم کلی خون روی زمین بود و نمیشد جنگید، هم اینکه خیلی خسته بودند هر دوتا گروه. موندن و استراحت کردند و به خودشون رسیدند. تا نصفه روز که شد، سلم و تور یه جلسه هماهنگی نهایی برگزار کردند و نقشه هاشون رو آوردند و در نهایت با هم یه تصمیمی گرفتند که چون شب شود ما شبیخون کنیم، همه دشت و هامون پر از خون کنیم. فکر بکرش این بود که شب که بشه ما شبیخون میزنیم بهشون و حالشون رو میگیریم. اما روحشون هم خبر نداشت که کله پوکا توی سپاهشون چند تا خبرچین هست. جاسوسایی از طرف منوچینا توی سپاه سلم و تور بودند که خبر رو سریع رسوندن به منوچهر و گفتن که اینا برنامه شبیخون دارن براتون. آماده باشی. منوچه هم سریع فرمانده ها رو جمع کرد و یه جلسه گذاشت که داداشا قراره امشب شبیخون بخوریم. گفت ولی نگران نباشین، من یه نقشه دارم. نقشه رو برای فرمانده ها تعریف کرد و قضیه از این قرار بود که نزدیکای شب که شد، منوچهر سپاه و سپرد به قارن و با یه گروه 300,000 نفری از بهترین جنگجوها رفت یه جایی خارج از دید دشمن کمین کرد. ببین چند تا بودن که این فقط 300,000 تاشون رو با خودش برد. شب که شد، تور با یک سپاه 100,000 تایی از بهترین هاش اونم به سمتشون اومد. با کلی برنامه هم اومده بودن که با خیال خودشون اینا الان خوابند و ما با این 100,000 تا میروفیمشون و میریم. برنامه این بود که از دور اول با تیر و کمان سپاه منوچهر رو تیربارون کنن و بعد حمله اصلی رو اجرا کنند و برن تو دلشون.
داشتن همینطور می اومدن جلو که یهو دیدن یکی سر راهشونه. یکی نبود، یه گروه از سرباز بودن. خب انتظارشو نداشتن اینا الان اینجا باشن، ولی چاره‌ای هم نداشتن که درگیر بشن. در دل شب توی ظلمات چشه نمیدید اینا داشتن با هم می‌جنگیدند. حالا این گروه کی بودند؟ اینا یه بخش کوچیکی از اون 300,000 تای منوچهر بودن که اصلا منوچهر هم توشون نبود. منوچهر اینا رو گذاشته بود سر راه که تور مشغول اینا بشه و سرگرم باشه تا خودش با بقیه گروه از کمین در بیاد و از پشت محاصرش کنه. تور دیگه راه برگشتم نداشت. از هر دو طرف بهش حمله شده بود و تحت فشار بود. تصمیم گرفت با منوچهر رو در رو بشه. منوچهر هم پشت سرش بود. افسار اسبشو کشید و برگشت به سمت منوچهر تاخت. نقشش هم این بود که اولاً بره سمت منوچهر که شاید بتونه بکشتش و این سپاه رو از هم بپاشه و پلن بیشم این بود که اگه دید اوضاع قاراش میشه از اون پشت بپیچونه و فرار کنه. همینطور که داشت میرفت دید منوچهر در حال جنگیدنه و چه خوبم میجنگه. همینطور داره بهترین نیروهاشو از پا در میاره. با خودش گفت نه این کار من نیست. من با این درگیر بشم 3 سوته پارم میکنه. برای اولین بار عقلش رسید و به جای اینکه درگیر بشه تصمیم گرفت فرار کنه. از لالوی جمعیت زد توی خاکی و از مهلک فرار کرد. منوچ از گوشه چشمش دیدش. گفت اکی واسمینم. به کسی که داشت باش میجنگید گفت ببخشید یه لحظه یه کار مهمی برام پیش اومده اما قول میدم بیام بکشم. سر خر رو کج کرد و پیتیکو گذاشت دنبال تور. این بود و اون بود. یه جا بهش نزدیک شد و نیزه را از پشت کرد تو بدن تور. شمشیر از دست تور افتاد، مثل جوجه سر سیخ نیزه رو بلند کرد، تور رو برد هوا و زدش زمین. رفت بالا سرشو پخ سرشو از تنش جدا کرد. همون کاری که با ایرج کرده بودند اونا. تنشو گذاشت که خوراک حیوونا بشه و سرشو برداشت و آورد. صبح که شد یه نامه نوشت برای فریدون. توی نامه اول از خدا تشکر کرد و بعدش هم یکم چاپلوسی فریدونو کرد و در آخر هم قضیه رو براش تعریف کرد و گزارش جنگو داد و گفت ما واقعا هم یه ست جنگیدیم. بعد تور میخواست شبیخون بزنه، ما پیش دستی کردیم و کمین کردیم و محاصرش کردیم و در آخرم پخ کارشو تموم کردیم. به پیوست سر پسر قشنگت آقای تور ارسال شده است. الان 3 روزه داریم میجنگیم و ما تونستیم نصفه راهو بریم، یعنی انتقام ایرج رو از تور گرفتیم. حالا مونده سلم که کار اونم تموم کنیم. سر تور رو گذاشت توی تابوت زر، روشم خار گذاشت و تابوت و نامه رو با یه پیام رسان ارسال کرد برای فریدون در پای تخت. فرستاده به فریدون که رسید خجالت میکشید، شرمگین بود. خب سر پسرش رو آورده بود دیگه، چشماش اشکی بود. با خجالت نامه و تابوت رو تحویل داد و فریدون هم دید و برو خودش نیاورد و به فرستاده گفت که برو به منوچهر آفرین بگو و همین دست فرمونی که داری میری درسته و دمت گرم، ماشاءالله پسر، شیر مادر و نان پدر حلالت دلاور، خدا قوت پهلوان. خب به قول ابوطالب بریم به دوشک بی، اون طرف جنگ، جایی که سپاه منوچهر و سلم چند روزه که با هم درگیرند و دارن با هم می جنگند. اگه یادتون باشه گفتم که از روز اول سلم و تور توی یه دژی بودند به نام آلانی دژ یا آلالان. البته اسمش رو بعدن این گذاشتن، قبلا اسمش یه چیز دیگه بوده. حالا بعدم براتون تعریف میکنم چرا اسمش عوض شده. این دژ رو تور ساخته بود یه جایی وسط دریا که از هیچ جا راه نفوذی نباشه و خیلی هم عجیب و بلند بود. برای ورود بهش باید یه کشتی سوار میشدی و میرفتی تا بهش برسی. در این حد نفوذ ناپذیر ساخته بودش تور برای روز مبادا بره توش قایم بشه. یه جوری هم ساخته بود که هیچ راه نفوذی نداشته باشه. به اندازه کافی هم آذوقه و امکانات در دژ فراهم شده بود که اگر کسی میتونست بره داخل این دژ قطعا نیازی به بیرون اومدن نداشت و کسی نمیتونست دستش بهش برسه. منوچهر از این قضیه خبر داشت.
و بعد اینکه با کله تور یکم حال کرد و برای فریدون نامه نوشت و فرستادش، قارن و گرشاسپ رو صدا زد. یه جلسه گرفت و گفت الان که تور مرده حتما سلم اگر بفهمه از ترس جونش دیر یا زود میدوه میره توی این قلعه قایم میشه و دیگه دست ما بهش نمیرسه. باید یه کاری کرد. میگن که قبل اینکه سلم بره ما باید بریم و به دژ برسیم. میشینن به فکر کردن. خب همینطوری که نمیتونستن برن دژ رو تسخیر کنن که دژ از بیرون تسخیر ناپذیر بوده. خب چطوری برن تو پس؟ یه فکری به ذهن قارن میرسه و به منوچهر میگه اوسمنوچ تو اون انگشتر تور رو بده به من با 6000 تا سرباز کار بلد. من و گرشاسپ و شیروی به همراه 6000 سرباز میریم با این نقشه کارو در میاریم و دژو میگیریم. فقط این نقشه باید بین همین 4-5 تایی که اینجا هستیم سکرت بمونه. حالا چطور؟ آقا نزدیکای شب که میشه راه میافتن این گروه با انگشتر تور متوفا به سمت دژ خیلی سریع و از راه میونبر. میرسن به نزدیکی دژ، هوا گرگ و میش بود. سپاه و نزدیک دریا قارن میسپره به شیروی و گفت تو همینجا بمون و مراقب باش از دژ دیده نشی و خودش با انگشتر رفت به سمت دژ. گفتش شما چشمتون به بلندترین قلعه دژ باشه. علامت پرچم رو من نیمه شب بلند میکنم و شما علامت رو که دیدید حمله رو شروع کنید. نگران در قلعه هم نباشین. اون با من بازش میکنم از قبل براتون. سوال اینجاست که آخه نیمه شب چطور پرچم تو اون نوک قلعه دیده میشه؟ بالاخره فردوسی اینطور گفته. آقا قارن پسر کاوه آهنگر انگشتر رو گرفت و یه راست رفت زد به دل آب. شنا کرد با اسبش تا دم تنها در قلعه. دژبان دیدش و گفت تو کجا بودی؟ چی میخوای اینجا؟ برو به کارت. قارن جواب داد من فرستاده تور پادشاه جهانم. یه خبری آوردم براتون. دژبان میگه برو پی کارت. تور به ما گفته فقط اگر خودم اومدم درو باز کنید. قارن میگه ای بابا تو چقدر سفتی بابا باز کن. من میگم پیام آوردم. تور منو فرستاده. گفته هر چه سریعتر بیام اینجا و حتی یک جا هم استراحت نکنم. پاره شدم تا به اینجا رسیدم. واکن ببینم. دژبان میگه از کجا بدونم راست میگی؟ قارن میگه بابا این رو ببین انگشتر توره. اینو که میشناسی. تور خودش اینو داد بهم تا به تو نشون بدم راست میگن. دژبان انگشتر رو میبینه و دیگه خر میشه و در رو روی قارن باز میکنه تا قارن بره داخل. چو دژبان چنین گفته ها را شنید، همان مهر انگشتری را بدید، همان گه در دژ گشادند باز، بدید آشکارا ندانست راز. قارن میره تو و بهش میگه تور به من گفت که بهت بگم خیلی باید مراقب باشی. یه لشکر از سمت دشمن داره میاد که قلعه رو بگیره و تو باید خیلی بیشتر از قبل حواستو جمع کنی. دژبان میگه خب اینو از همون پایین میگفتی، این همه بالا اومدن نداشت. میگه بابا تور گفت برو تو بگو. حالا که اومدم بذار شب در اینجا استراحت کنم، فردا برمیگردم. دژبان هم میگه باشه بمون، غافل از این که چه کوفتی راه داده به قلعه. آقا نیمه شب که شد قارن خودش رسوند به بلندترین برج قلعه و درفشو بلند کرد و این درفش مثل ماه می درخشید. اینطور بود که گرشاسپ و شیروی و 6000 جنگجو علامت رو دیدند و راه افتادند با سرعت به شنا کردن به سمت تنها در قلعه. قارن علامت رو که داده بود اومده بود پیش دژبان. دژبان تا این صحنه رو دید به قارن گفت ای خره راست گفتی یا؟ نگاه کن داره یه لشکر میاد، اما عجب خرایین، چه شنویی هم میکنه، کسی نمیتونه وارد این دژ بشه که. قارن هم میگه آره اما تا وقتی که در قلعه بسته باشه و میزنه از پشت دژبان رو میکشه و در رو باز میکنه. در باز میشه و سپاه شیرو و گرشاسپ میریزن توی قلعه و درگیر میشن با کسایی که توی قلعه بودن. آقا تا صبح درگیر بودن. در طول شب 12000 نفر کشته شدن. سپاه قارن همه چی رو آتیش زدند و خراب کردند و آفتاب که زد دیگه نه از دژ خبری بود و نه از دژبان. فقط یه دود سیاهی بود که داشت میرفت بالا و باد میومد و آتیش شعله ورتر میکرد. دژ با خاک یکسان شده بود. دود سیاه و خون و قیر بود که روی آب رو گرفته بود. چو خورشید تابان ز بالا بگشت، همان دژ نمود و همان پهن دشت. بکشتند از ایشان 102,000، همی دود از آتش برآمد چو قار.
همه رود و دریا شده غیرگون، همه روی صحرا شده جوی خون. بله آقا، حالا تا از قلعه دور نشدیم بگم که چرا اسم این قلعه آلانی دژ بود. آلان به زبان آذری به معنی گول خوردنه و چون دژبان گول قارنو خورد و راهش داد به داخل و با این اشتباه جبران ناپذیر خودش و دژ رو به فنا داد، از اون به بعد اسم اون رو گذاشتن قلعه آلانی یا قلعه گول خوردگان. آقا قارن بعد از پیروزی که به دست آورد پرید پشت اسبش که برگرده پیش منوچهر رو خبر رو برسونه و همش توی این فکر بود که چرا تا الان سلم فرار نکرده به این قلعه. حتما یه کاسه ای زیر نیم کاسه است. میرسه به سپاه و میبینه که به به چه جنگی، کار بسیار بالا بوده. صدای فریاد و تیغ و طبل و کوس بوده که شنیده میشده و آسمون پر بوده از تیرایی که از تیر و کمان جدا شده بود. پرهای انتهای تیرا آسمون رو سیاه کرده بود. یه راست رفت پیش منوچهر رو خبر رو بهش داد و پرسید شما چه خبر؟ اوضاع چطوره؟ منوچهرم جواب داد که ایول دمت گرم، ولی اینجا اوضاع همچین جالبی نیست. بعد از کشته شدن تور سلم میخواست که فرار کنه و عقب نشینی کنه، اما یه خدا خوب کرده‌ای از سمت دژ هوختگنگ بیت المقدس امروزی پیدا شد و رفت پشت سلم. میگن اسم سرکردشون کاکوه، بسیار قوی و مثل دیو میمونه. ایشون نبیره ضحاکه و بوی کباب به مشامش رسیده و به بهونه انتقام گرفتن از فریدون با 100,000 تا جنگجوی گردنکش دیگه با سلاح‌های پیشرفته اومدن به میدون. سلم هم که اینا رو دید دوباره شیر شد و بیخیال فرار شد و دوباره عزم جنگ کرد. آره اینا حمله کردند و عین مور و ملخ کلی از نیروهای قوی و کارکشته ما رو از بین بردن. تا الان نیروهای معمولیمون که هیچی دیگه نگم برات. قارن میگه آقا بذار من برم با یه حیله و کلکی این یا رو از پا در بیارم کاکورا. حالا که زور نیروامون بهش نمیرسه شاید بتونم زیرکی و با یه کلکی دخلشو بیارم. منوچ میگه نه، تو تازه از پیروزی برگشتی، دستت درد نکنه، بشین یه چای برا خودت بریز، نمیخواد همه کارا رو خودت بکنی تو شاهنامه، خودم میرم حالشو میگیرم. قارنم میگه باشه، تو خودت پادشاهی، هیچ کس حریفت نمیشه، برو ببینم چه میکنی. منوچهر پرید پشت اسبش و صدای شیپور جنگ به صدا در اومد. کاکو از اونور اومد به میدون و منوچهر هم از این طرف. هر دوتا گنده و قوی مثل دوتا شیر بودن. دوتاشون یه عربده‌ای کشیدند که پرای همه ریخ. یهو توی دشت سکوت شد. این دوتا چشم تو چشم وایساده بودند و یهو پریدن به هم دیگه. فقط صدای نفساشون میومد و صدای تیغاشون که به هم میخورد و عربده هاشون و لباسای جنگیشون. یهو وسط این درگیری کاکو زد و تیغ نیزش رسید به بدن منوچهر و زره منوچهر رو پاره کرد. منوچهر گفت کاکو چی کار میکنی؟ پول دادیم ما بابت اینا، لباس رو پاره کردی. خلاصه لباس از تن منوچهر افتاد و شاه بدون زره داشت به نبرد ادامه میداد. از اون طرف هم منوچهر زد و جوشن، همون زره توری شکلی که گردن و سینه جنگجو رو میپوشونه، رو تن کاکو پاره کرد. خلاصه گیز و گیز کشی بوده، حسابی همدیگر رو زخم و زیل کرده بودن. هی از هم جدا میشدن، دوباره گلاویز میشدن. یه نبرد تمام عیار بود. در نهایت روز داشت تموم میشد که منوچهر در یک حرکت سامورایی زد دستشو زیر کمربند کاکو و از اسب بلندش کرد و زدش زمین و با شمشیر کارش رو یکسره کرد. جیغ کاکو رفت هوا و مرد. نیروهای سلم الان همینطور دارن کمتر و کمتر میشن. سلم که دید کاکو هم به دیار باقی پیوست و خودش هم آدم رویارویی با منوچهر نیست، قبل از اینکه محاصره بشه پیچید و همونطور که پیش بینی میشد برگشت سمت دژ، رفت که فرار کنه از دست منوچهر. منوچهر هم از پشت دنبالش. تمام شب رو پشت اسب تاخت، فرار کرد تا رسید به دریا. دید که هیچ کشتی نیست برای فرار کردن به دژ. نه تنها هیچ کشتی نیست، بلکه اصلا هیچ دژی دیده نمیشه. فکر کرد اشتباه اومده. همه چی با خاکی یکسان شده بود. خودتونو بذارین جای سر، انگار یه سطل آب یخ ریخته بودن روی سرش.
با 1000 امید و آرزو خودش رسونده بود تا اینجا و میدید که تنها راه فرارش دود شده رفته هوا. اینقدر خسته بود که حتی نای فرار کردن دیگه نداشت. همینطوری بی هدف و با تمام سرعت داشت میرفت و منوچهرم با عصبانیت داشت پشتش میتاخت. همینطور صدای منوچهر رو از پشت سرش میشنید که میگفت ای بدبخت ترسو، وایسا بجنگ، چرا فرار میکنی؟ به تخت پادشاهی چشم داشتی؟ به خاطرش این همه مرد و زن رو کشتی، این همه بچه کشتی، یادت ایرج رو کشتی؟ ها وایسا، بیا تاج پادشاهی میخواستی، برا تو بردم. اون درختی که سالها کاشته بودی حالا میوه داده. این عادت استفاده از استعاره های پیچیده در شرایط بحرانی ها انگار همشون داشتن. میگه چرا فرار میکنی؟ بابا فریدونت یه جای خوب برات تدارک دیده. همینطور پشت سرش میرفت و اینا رو میگفت. آخرش توی یه جای تنگی گیرش میندازه. یکی تیغ زد زود در گردنش، به 2 نیمه شد خسروانی تنش. بفرمود تا سرش برداشتند، به نیزه به ابر اندر افراشتند. همچین که تیغ زد سر سلم افتاد و اسب و بدن همچنان به راه خودشون ادامه میدادن. دستور داد منوچهر که سر سلمو بردارند و بزنند سر نیزه که همه ببینند. دیگه هیچ روحیه‌ای برای سپاه سلم و تور نمونده بود و به هر سمتی فرار می‌کردن، مثل گله‌ای در طوفان. هر کی به یه سمت میرفت. یکی به دریا خودشو مینداخت، اون یکی تو کوه داشت فرار می‌کرد. لشکر شکست خورده یه پیرمرد خردمندی رو انتخاب کردن به نمایندگی، فرستادندش برای مذاکره با منوچهر. پیرمرد اومد و گفتش که آقا ما بنده کوچیک شمایی، شما شاه و ما هم یه عده چوپون و کشاورز. ما به زور و از سر ترس اومدیم به جنگ شما. ما اصلا از شما کینه‌ای نداریم. ما فرمان بردار منوچهر شاهیم و اگه میخواد جنگ رو ادامه بده ما نیرویی نداریم. گردن ما از مو باریک‌تر. بیا هر کی رو میخوای بگو، ما خودمون سرشو میزنیم و برمیداریم میاریم برای شما. منوچهر گوش داد به حرفش. گفت وقت جنگ، وقت بخشش هم بخشش. من اون چیزی که میخواستم رو گرفتم. من میخواستم انتقام بگیرم که گرفتم و امیدوارم هر چیزی که اهریمنی از من دور باشه همیشه. شما هم اگه دلتون جنگ میخواد که بسم الله، اگه نه که دوست و همراهید. دیگه جنگی نداریم. تسلیم بشین و سلاحاتون رو بذارین و لباسای جنگیتون از تن در بیارین. سپاه سلم هم یکی یکی اومدند و تسلیم شدن و لباس و سلاحشون رو تحویل دادند و تمام. منوچهر هم خداییش خیلی ازشون استقبال کرد و اتفاقا بهشون زمین و اموالم بخشید. به شیرویم دستور داد که غنایم جنگی رو بشمار، قشنگ و درست، چیزی هم توش نکن، همه رو بفرست برای فریدون. بعدش هم گفت که حالا دیگه وقت رقص و ساز و آوازه، مرغ دل من در اوج پروازه، شادش کنید. طبل زنا پشت فیلا یه آهنگ قری زدند و چادرها رو جمع کردند و برگشتن تمیشه پای تخت ایران در گیلان پیش بابا فری پیر. نزدیک که شد فری منتظرش بود. از دور صدای بوق جنگی و سپاه که داشت برمیگشت شنیده میشد و پرچم‌های سرخ و زرد و بنفش سپاه ایران هم دیده میشد. سپاه از دریا عبور کرد و به ساری رسیدن. شاه هم اومده بود، با مردم جمع شده بودن توی ساری، خیلی خوشتیپ و آراسته به استقبال سپاه پیروز. فیلا و شیرای جنگی به جلو حرکت میکردند و پهلوانا از پشت سرشون میمدن. سپاه منوچهر به فریدون که رسید صف شد. منوچهر از اسب پیاده شد و تعظیم کرد. زمین رو بوسید و درود گفت به فریدون و فریدون هم در آغوش گرفتش و نوازشش کرد و خیلی صحنه‌های رمانتیکی شده بود. بعدم فری از خدا تشکر کرد به خاطر این انتقامی که تونستن بگیرند و به خدا گفتش که من در این عمری که بهم دادی به هر چیزی می‌خواستم رسیدم. تو هر چی می‌خواستم بهم دادی. من دیگه کاری نکرده نذاشتم. من دیگه نه پادشاهی می‌خوام نه هیچی. از سلطنت کناره گیری کرد و تاج و تخت و داد به منوچهر. به عنوان آخرین فرمان هم گفت تمام غنایم رو بین همین سپاه تقسیم کنید و اینطوری یه پاداش توپلی هم بهشون داد. اما جنگ که تموم شد و انتقام ایرجو گرفت، دیگه فری خیلی افسرده شده بود. خب 3 تا پسرش هر 3 تا سرشون از تنشون جدا شده بود. 2 تاشونو خودش کشته بود و یکیشونو اون 2 تا.
هر چقدر که ازشون کینه داشت ولی در نهایت پسراش بودن. از تمام فعالیت‌های سیاسیش کناره‌گیری کرد و تمام مدت ناراحت و گریان در کنار سر 3 پسرش بود. همینطور قصه می‌خورد و عذاب وجدان داشت از اینکه سرنوشت این 3 اینطور شده بود. در آخرم با این غم و اندوه از دنیا رفت و داستانش به سر رسید. منوچهر با شنیدن خبر مرگ فریدون خیلی ناراحت شد. خیلی قصه خورد. بزرگترین حامیش رفته بود. یه رسمی بوده اون موقع ها. شاه مرده رو میبردن داخل یه اتاق، یه دخمه. شاه بعدی هم که الان منوچهر باشه میرفته اونجا و یکی یکی بزرگان میمدند و تسلیت میگفتند و میرفتند. و در آخر شاه بعدی رو با شاه متوفا تنها میذاشتند و یه مدتی رو با همونجا تنها میگذروندند تا شاه بعدی بتونه راحت سوگواری کنه و هر زمانی که خودش خواست بیاد بیرون و حکومت جدید رو شروع کنه. اینا هم این مراسم رو اجرا کردند و بعد از 7 روز سوگواری منوچ روز 8 اومد بیرون و رفت نشست یه راست روی تخت پادشاهی. همه پهلوانای ایرانی رو جمع کرد و یه مراسم تاجگذاری توپلی ترتیب داد و سخنرانی کرد. سخنرانیش هم جالب بود. گفتش من دیگه میخوام از این به بعد عدل و داد و نیکی و خرد فقط باشه. من تنها پادشاه به حق جهانم. هم می جنگم و خون بلدم بریزم و هم به وقتش عدل و مهربانی بلدم. دنیا تحت فرمان منه. من به همه برتری دارم. هم خردمندم، هم فره ایزدی دارم تا چشمتونم در بیاد. هم توانایی رزم دارم، هم خیلی خیلی بدکینم. دست از پا خطا کنین پارتون میکنم. وقت بزم و شادی خیلی بخشندم و وقت جنگم اعصاب ندارم. کسی اگر بدی کنه خونشو میریزم. من نماینده و جانشین فریدونم. اینم گرزش دستمه. اومدم که ایرانو آباد کنم، اما حکومت دینیه. اون کاریو میکنم که خدا گفته. هرچی دارم رو خدا داده و هرچی میگم خدا بهم گفته. هر کسی که از دین ایزدی منحرف بشه و از سمت خدا روی برگردونه هم خدا طردش میکنه و منم جرش میدم. شمشیرمو میگیرم دستم و حالشو جا میارم. بله آقا منوچهرم این شکلی شد. اینطوری هم نبوده که هر کسی بگه من پادشاه هم بشه پادشاه. باید اون خانواده های مهم و پهلوانا تاییدش بکنن. بعد از تمام شدن حرفاش سام اولین پهلوانی بوده که چاپلوس بلند میشه و میگه که من شاهدم که تو چقدر شجاع و دلیری و فری خدا بیامرز چقدر دوست داشت و چه کردی و تو پادشاه جهانی. پشت سرش هم بقیه پهلوانا و بزرگا اومدند و پادشاهیش رو به رسمیت شناختن. بعدش هم بهش گفتند تا الان تو جنگیدی، از اینجا به بعد کار ما جنگیدن. تو بشین و پادشاهی کن. ما میریم تمام ایران رو با عدالت آباد میکنیم. میگن که منوچهر 120 سال پادشاهی کرده. این چنین داستان این خاندان همینجا تموم میشه و فصل اول به پایان میرسه. فصل دوم البته به این خاندان و پادشاهی بی ربط نیست، اما داستان از خانواده سام، همین پهلوان چاپلوسی که اولین نفری بود که منوچهر رو تایید کرده، ادامه پیدا میکنه. حرف آخرم این که بابت تک تک لحظاتی که در طول این 4 ماه که هر 2 هفته یک بار وقت ارزشمندتون رو به هم دادین سپاسگزارم. از تمام کسایی که این پادکست رو به دوستاشون معرفی کردن بی نهایت ممنونم. تک تک نظرات و پیشنهادات و انتقاداتی که شد برام خیلی خیلی ارزشمنده. خیلی ها در این راه به من کمک کردند و مشاوره دادند که اگه بخوام اسم همه رو بگم باید نیم ساعت اسم بخونم. از همتون ممنونم. امیدوارم که دیوان رو دوست داشته بوده باشین و در فصل بعدی هم منو همراهی کنین. مخلص شما، حمید.